دیگر گفته است که سوال آیا خداوند بغیر از سیاره ما باز یگان سیاره که در آن انسان زندگی کند آفریده است؟ البته این سوال اونقدر ضرورتی هم نداره. بعضی روایت ها حضرت ابن عباس هم کردگیان در همین باب گفتگی هستند. همون آیه‌ای که خداوند در قرآن در سوره بقره بیان میکنه اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه خدمت خلق میکنم. خداوند میگه خلیفه خدمت یعنی آدم خلق میکنم. گفت فرشته در اینجا راضی نشدن، نگفتن خونی به ناحق میریزه و زنا میکنه و دیگر گناه میکنه که خداوند گفت که مثال وارا من کرد اینی اعلم، ما چیزی را میدونیم که شما نمیدونین. فرشته ها از این گفتشون پشیمان شدن. بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار تو پاک هستی، علم ما نداریم، هر چیزی که تو با دانانمون امر میدونیم. مقصد که خلیفه الله در بالای زمین چی هست؟ که آدم هست. جاعل فی الارض خلیفه. اگه پیش از آدم در بالای زمین جنو زندگی میکردن، قبیله بنی الجان که و عددوی و چند میلیون بود، میلیارد بود، که در اخیر رفته اول خوب بودن، بعد رفته فسق فساد کردن، خونی به ناحق ریختن، زنا کردن، بیرحمی کردن، عاقبت الامر همه شای بالای زمین نیست نابود کردن و خداوند آدم خلق کرد. همین شیطان لعین، همین عزازیل از همون جنسی همون پیشینا موندگی بر ضد او حرب کردگی بود. خب بسیار طاعت عبادت میکرد، حتی فرشته ها رو معلم فرشته ها بود درس میداد. در بالای زمین جایی نمونده بود که سجده نکنه و عبادت نکنه. یه از همون جنسی همون پیشینا هست. خب اما در این باب هر کجا که هر کتابایی که بیان کردگیان در مثلا دیگر سیاره و آدم دیگر گپای تخمینی هستن، گپای پرای قابل قبول نیستن. برای در این باب ما سکوت اختیار میکنیم، یگان ضرورت هم نداریم. همین سیاره خودمون صرفه همشون نرفته سیمون سیاره دیگر که توکل شما به خدا. دیگر گفته السلام علیکم دملو عزیز. وقتی که آدم رو شیطان زند به معنی که احتلام بشده، در این حالت نام الله رو گیرد یا اینکه الحمدلله گوید گناهگار می شود؟ در حالتی که احتلام شود یا مثلا جنوب باشه یا در حالت حیض یا در حالت نفاس، همین 4 حالت ده ذکر درسته. مثلا یک الحمدلله میگه یا بسم الله میگه به نیت ذکر درسته، دعا هم کنه درسته، لیکن فقط تلاوت قرآن درست نیست، خپیدن قرآن درست نیست. لا یمسه الا المطهرون، الله عزوجل در قرآن میگه میسوس نکنه نقب قرآن مگر آدمایی که پاک باشن، مثلا جنوب نباشه، حایزه نباشه، نفسو نباشه، بطهارت نباشه، برای خپیدن قرآن معنی است. فقط فرقش این است که آدمی که طهارت نداشته باشه قرآن ناقپیده تلاوت کنه از زیاد، برای او درسته، اما برای دیگرش درست نیست. باید که حتما غسل کنن بعد مثلا که تلاوت قرآن کنن. لیکن در حالت جنابت یکی بسم الله بگه، الحمدلله بگه، لا اله الا الله بگه یا یگون دعایی کنه، رخصت طیبه‌ای گناهگار نمیشه. لیکن تا حد امکانه وقتی که احتلام میشه یا جنابت میشه او دیگه کجا میشینه ذکر میکنه، او شرط ضرور هم یکی در آب خیزه غسل کنه، از او ذکر کردن ده غسل شه، بر وقت غسل کنه و بعد نماز بخونه، قرآن بخونه، هر چی کنه درست. بعضی زنها که درس میزنن حضرت چی درس؟ در حالتی که زنایی که در حالت حیض هستن، معلمه هستن، از قرآن درس میتن، یا مثلا که همون کلمه را جیدو علاهیده بگه و درس به رخصت دادگیان. و خاطره که در حق شرط همین حالی زمانی ما که خیلی همه چیزو کم که هسته، نادیر که هسته، در حالت حیض اگر مثلا معلمه اگر 10 روز هم که حیض بینه 10 روز طلبه به درس میمونه، برای همین کلمه ها را کنده علاهیده بگه، مثلا قرآن نقفیده و درس شبته میشه. السلام علیکم دملای شیرین سخن. ما در شهر مسکو در رایون سرگی پسد در مزار اوروسو، خب در بالای قبرهای مرده های آنها کفل میزنیم. او بول هست، او گناه این که ممکن نیست میخواهم که این رو پورا فهمم، برای اینکه من یک بار رفتم در دیلم وهم پیدا شد، دیگر نرفتم.
میگن همونجا کارگرا که هیچی نمیکنن. خب اگر به شرطی که شما کار نداشته باشین، پول نداشته باشین، شرایطتون خوب نباشد، تو کاری افتانتون کار کنین میشه، درسته؟ تو کاری افتانتون، نه که وقتی که یگان کاری خوبی افتین با کاری نو بگذارین، چون که البته در شأن مسلمانو کمتر تحقیر میشه که مسلمان در اوج دیگه قوری کفر بکنه و دیگه کافل بچینه و قوری یک کفری بعد وقت دیگه فسون کم میگرده. از اون یگان در حالت ضرورت بکنین، وقتی که کاری دیگر یافتین با کاری دیگر بگذارین. دیگر گفته سوال همی یزنه قطی زن و کودکش خونه خسورش قهر بیاد جویزی است یا نه؟ این سوالو بعضی سوالو قدر معنی هم ندارن. آخه ایجا فهمیدن در کار که او برای چی قهر رفته، عیبی یزنه تای، عیبی اپا تای، عیبی پدر مادری تای، عیبی خسر خشتومان شای، ایجا برای چی رفته است؟ یوره هیچ کدام شما نمیدونیم، برای هم چیزی گفته نمیتونیم. فقط همی بگیم که پرابلمی که زندگی در بین خودتون است بسیارش خودتون حل کنین. ایده دیگه ملا حل کردن نمیتونه. خودتون حل کنین، سوز بگیرین. اولا کار اساسی همین است که شما با قرآن و حدیث عمل داشته باشین. هر چیزی که خدا و پیامبر میگه بجا بیارین، انشالله دنیا گلستان. دیگر یگان قهر، یگان جنگ جدالی نیست. خب السلام علیکم دوستان عزیز. ما 2 نفر در خارجه هستیم و میخواهیم طالب علم شویم، ولی بیرون از تاجیکستان. برای چی که بیرون از تاجیکستان؟ خب رفته خوندن میخواهیم و با خلق شریف تاجیکستان اومده خدمت کنیم و با ما مصلحت دید و کدام دولت های خارجه رفته خونیم و برای طالب علم شدن ما باید چیکار کنیم؟ طالب علمی البته خیلی فضیلت درجه داره که طالب علم، اگر طالب علم میگه علم یا طلبه علم به بین یک ده یا شهر اگر گذر کنه، یک حدیثی ضعیف است، اگر گذر کنه خب در همونجا یگان آب چوی نخره نشینه، فقط به مجرد گذشتنش میگه خداوند 40 روز عذاب همون قبرستان از همون ده برداشته میکنه و سبب یک گذشتنش اونی قدر فضیلت داره. طالب علم دعاش مستجاب میشه و نصیحت ما هم برای طالب علم و مصلحت ما هم همین است که خودمون هم طالب علمیم، همین است که در درجه اول از هم و همه از علم دم شما تقوا را دست بگیرین و تقوا باشین، پرهیزگار باشین، هر چی افته نخرین، هر گپی در دهنتون اومد نگین، هر چی افته نپوشین، تقوا را یکم درجه بدونین، نماز شب بخونین، لااقل 2 رکعت نماز شب بخونین، دعا کنین از صدق دل. و علم خودش نور است، فقط در جای نورانه میشته. علم در جوف فاسق غریبه، خیلی غریب حرکت میکنه که تیز به وطنش بروه، علم هم از همون جوف فاسق میبروه میروه. طالب علم روز بسیار اما تقوا کمه. الله ذوالجلال در قرآن بیان میکند که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر آینه مکرم ترین شما، دوست داشته ترین شما، به احترام ترین شما در نزد پروردگار به تقوای شما است. نگفت داناتر شما. اگر خداوند میگفت که ان اکرمکم عند الله اعلمکم، هر آینه مکرم ترین شما دانای شما است، امروز دشمنای اسلام شناسایی که دشمنای دین هستن، هر عالمی برآورده است که قرآن حدیث همه را میدونن از یاد، لیکن کافرن، دین ندارن، ایمان ندارن. برای همین است که خدا داناتر عالم شما نگفته، گفت با تقوای شما، تقوا را پیشه کنیم. دیگر همین که هر کجا که میخونین مذهب امام اعظم بخونین. ما الحمدلله اهل سنت و الجماعتیم. 4 مذهب اهل سنت و الجماعت: امام اعظم ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل. ما غیر امام اعظم 3 مذهب دیگره، حضرت امام مالک، امام شافعی را، احمد حنبل هم بجام برابر دوست میداریم. ما مثلا حضرت امام مالک، امام شافعی، احمد حنبل خاک پوشون سرما میکنیم. حنفی هم که باشیم برای مذهب حق هستن و هر 4 اینا دلیلشون فقط قرآن و حدیثه. ما در اعتقادات و عقیده یکیم، هممون یک تاییم، فقط بعضی مسائل جزئی فرق دارن. بعضی مسائلی که اند کسی در مذهب ما
هست در او نیست یا در او است در او نیست. بعضی مسائل جزئی فرق داره که اینا او چیزی نیستن، لیکن هر چورش حق درسته. فقط نصیحت هم میگه در تاجیکستان فقط مذهب حنفی مذهب دولتی است. حکومت تاجیکستان فقط مذهب امام اعظم رخصت دادگیه، نه تنها تاجیکستان، ازبکستان هم، قزاقستان هم، قرقیزستان، آسیا اینا همش از زمان قدیم هم همه در مذهب امام اعظم بدن. روسیه هم همین تترام همش در مذهب امام اعظم هستن، ترکیه هم در مذهب امام اعظم هستن، افغانستان هم قسمتی زیادش، پاکستان هم زیادش. برای همین فقط مذهب خودمونه علم شیم بخونین، فقط مذهب امام اعظم هم. اگر شما بخونین گروه های بسیار در همین تاجیکستان مال فتنه در خودمون گم شدگی تا گوشمونه، یک قسمش برآمده تکفیری، یک قسمش برآمده شیعه، یک قسمش برآمده رافیزی، یک قسم دیگرش برآمده است با قرآنیون، بهائیه، حساب نداره. اینا فقط برای اختلاف انداختن اسلام خراب کردن است. شما وقتی که طلب علم میکنین میلش مذهب امام اعظم بخونین، بهتر خوبترش در همین تاجیکستان بیاین بخونین، مدرسه ها هست الحمدلله. خب اگه در اوجا خوندن برین بخونین، یک گروه دیگر در بخونین بیاین، دردی سر در ایجا شین بو این هیچ در کار نیست. ایوتری علم ده به علمش بهتره که بیای با اختلاف و فتنه بدوزی در همه جا بو در کار نیستن. توفیق هدایت و نتو کنه و خداوند علم نافع نصیب تون کنه.